ادامه بخش چهره‌های ماندگار. ناصر خسرو سخنور بزرگ و مرد اندیشه. استقلالیت برای همه نسل‌های ملت ما از جمله نیاگان سربلندمان آرمانی والا، نامه تقدیر، حفظ شرف و ناموس وطنداری و در مشکل ترین لحظه های تاریخ با صبر و تحمل عاقلانه و حسن تدبیر در نهاد دولتداری اجنبیان پیش بردن سنت های دولتداری اجدادی بوده است. استقلالیت برای ما یک مرحله صفتا نو واقعی تاریخ تلاش های آزادی خواهانه و کار و پیکارهای آشکار و نهان رسیدن به دولت و دولتداری ملی و حفظ نمودن و پاس داشتن میراث معنوی و فرهنگی ملت می باشد. در صحیفه های تاریخ قدیمه ملتمان ثبت شده است که بر اثر لشکرکشی ها و تاخت و تازهای پیهم سلاله و خانواده های اجنبی دولت و دولتداری تاجیکان بارها زیر خطر نیستی مانده بود، ولی فرزندان دوراندیش و فرهنگ پروری ملت جبر و جفای بیگانگان را با مقاومت و پیکار فرهنگی و معرفتی، تدبیر، تحمل و بردباری مردانه پس سر نموده برای حفظ و تحکیم هویت ملی تلاش ها کردند. زندگی و جهانبینی قوم و خلقیت های بیگانه را با دستاوردهای تمدن خود پرغناوت ساختند. حکیم ناصر خسروی قبادیانی از جمله چنین بزرگان فرهنگ و خرد ملت تاجیک به شمار می رود که عمر عزیزی خیش را بهر خودشناسی، ستایش افتخار ملی و وطنداری و رهایش از ظلم و استبداد اجنبیان، خرافات و دیگر پدیده های منفی صرف کرده است. آوان کودکی و بلاغت او در شهر توس، تخت قباد، تخت سنگین، قلعه میر، کیقبادشاه نام شهرستان‌های قدیمه کیانیان و باختر باستان که واقع در قلمرو تاجیکستان امروزان گذشته است. مهر این سرزمین اجدادی در تشکل غایه‌های وطن‌دوستی و استقلال خواهی او نقش یک عمر بازیده است. او در عین زمان استعداد فطری شاعریش را در مکتب ادبی رودکی و دیگر سخنسرایان عهد سامانیان صیقل داده از اصالت زبان مادری و فرهنگ والای ملت خویش به حد اعلا برخوردار گشته است. زندگی و روزگار این حکیم بزرگ به انتهای دولتداری سامانیان راست آمده فاجعه استیلای سلاله های اجنبی غزنویان و سلجوقیان را به چشم سر دیده است. ناصر خسرو که تجربه دبیری و کارگزاری دربار را از پدر آموخته بود، مدت در بلخ به خدمت حاکمان غزنوی درآمد، لیکن با وجود نفوذ و اعتباری که در دایره های حاکم پیدا کرده بود، با سبب بی‌عدالتی و ناسازگاری محیط از خدمت دربار کنار رفت. سیاست جنگجویانه سلاله تندرو غزنویان، وضع نامساعد اجتماعی و سیاسی کشور، علل خصوص ریاکاری روحانیان و بیگانه پرستی بسیاری از منصبداران، خواری و زاری اهل علم و فرهنگ در جهان معنوی ناصر خسرو یک گردش کلی را با وجود آوردند. او چون شاعری وطن دوست و وطن پرور و مرد اندیشه نمی توانست در برابر خرابسازی های خاک خراسان بی‌طرفی را اختیار نماید. شاعری ملت دوست و خلق پرور به خاطر تربیت و راهنمایی حاکمان غاصب و ستمپیشه سلجوقی مدت رنج و زحمت می کشد، اما رنج و زحمت هایش بر عبث رفته از بی‌عدالتی ها و جبر و ظلم عملداران سلجوقی به تنگ می آید و کاملا خدمت دربار را ترک می گوید. او در شعرهایش به تنقید و مذمت امیران سلجوقی شروع کرده آنها را گرگان بیابان می نامد و از شکوه گذشته خراسان و پادشاهان عدالت پیشه سامانی با حسرت و تأسف یاد می کند. طبیعی است که چنین تنقید و مذمت آشکارای شاعر صف دشمنان او را افزود و صاحب منصبان غزنوی و سلجوقی در اندیشه تعقیب و حتی کشتن او افتادند.